اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه مبلغ 250,000 یورو برای پاسخ اضطراری برای مهاجران اخراج شده از پاکستان کمک می کند. اندریاس پاپاکونستانتینیو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، روزی پنجشنبه 4 ثور در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت این کمک ها شامل سرپناه، خدمات صحی، غذا و آب است. اندریاس روزی گذشته با نمایندگی از اتحادیه اروپا با یکی از مقام‌های ارشد اداری خیبر پختونخوا، شهاب علی خان، درباره وضعیت پناهجویان افغان گفتگو کرده است. این در حالی است که روند تازه اخراج مهاجران افغان از پاکستان از اول اپریل آغاز شده و روزانه صدها مهاجر بدون اسناد و دارنده کارت شهروندی افغان اخراج می شوند. بر اساس گزارش فرانس پرس در 22 روز گذشته بیش از 100,000 تن به افغانستان بازگردانده شده اند. افرادی که تازه از پاکستان برگشته اند نیز میگویند که با مشکلات شدید از جمله عدم دسترسی به غذا، مسکن، شغل، آموزش و سایر امکانات اولیه زندگی خود روبرو اند.